دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان امکان دارند که منبع تحصیلات خود را در مؤسسه‌های عالی اوکراین ادامه دهند. در این راستا بین دانشگاه ملی تاجیکستان و 12 مکاتب تحصیلات عالی کسبی اوکراین شرطنامه‌های همکاری به امضا رسیده است. در این باره ضمن نشست مطبوعاتی رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان پروفسور قابلجان خوشوقت‌زاده به خبرنگاران اطلاع داد. سال روان در شهر دوشنبه با ابتکار وزارت معارف و علم تاجیکستان اولین نمایش یارمارک استادین اوکراین برگزار گردید. در حاشیه این نمایشگاه نمایندگان مؤسسه‌های عالی اوکراین به دانشگاه ملی تاجیکستان تشریف آوردند. بعد واخوری ما نمایندگان 12 دانشگاه و دانشکده‌های این کشور سندهای همکاری به امضا رسانیدیم. این شرطنامه‌ها اساساً برای آماده نمودن متخصصان در اختصاص‌های طبیعی ریاضی روانه شده است. یعنی هدف آماده نمودن متخصصانی که در بازار مهنتی تاجیکستان طلبات وجود دارد، تاکید داشت رکتور دانشگاه قابلجان خوشوقت‌زاده. همزمان تاکید شد که همکاری‌های بین المللی دانشگاه در همه سمت‌ها از جمله بخش علمی تحقیقاتی گسترش پیدا نموده، اسپیرانتان و عنوانجویان دانشگاه دستگیری می شود. ما از بحر شوراهای دیسرتاسیونی کمیسیون عالی اتستاسیونی فدراسیون روسیه نمیگذاریم، برعکس برای تقویت فعالیت آنها کوشش میکنیم، ذکر داشت رکتور.